محاربه اوج میگیرد. مجاهدین افغان با تمام وجود بر ضد ارتش شوروی قیام کردند. به همین شکل مبارزه مجاهدین با تجاوز شوروی در سال 1979 در موزه جهاد در شهر غربی هرات افغانستان انعکاس شده است. راهنمای این موزه در سالهای جهاد افسر KGB بود. او بهرالدین حکیموف است که از مسکو به اینجا آمده بود. تو وقتا بود که همه تو مثل بارش مرمی ها از این ور از اون ور یک سر خدا پاک بس همین میرخ بالای ما میرخ بالای از اونا میرخ. یعنی بالای ما همان قد مشکل نبود، بالای افغان ها بیشتر مشکل. در این لوحه عکس 40 افسر شوروی نصب شده است که سالهای جهاد به مثل حکیموف در گرد و اطراف هرات به نام و نشان شده‌اند. حکیموف میگوید وقتی او به اسارت افتید کسی از او یاد نکرد. در این حال او به اسلام رو آورده به مجاهدین پیوست. بزین چیز بودم که چرا اینا برای ما نمیگردن. ما بیشتر قهر ما بزین گرفته بود. ما همین خاطر جنگ میکردم. چرا اینا دنبال ما یعنی برای ما نمیگردن، همین دنباله همین چیز کار ما رو چرا اینا نمیگردن. علیرغم دشواری‌های ناشی از در این نوارهای اشغال هرات در سال 1992 نمایش داده می شود، ولی مجاهدین هم نتوانستند نظم و ثبات این شهر را در دراز مدت تأمین کنند. سال 1995 هرات به تصرف طالبان گذشت. حکیموف به جنبش افراطی اسلامی همراه شده به حیث محافظ فرمانده طالبان ملا برادر استخدام شد. ما از اونا ما بدی ندیدم، خوب مردمی بودن دیگه. ما وقت ملا برادر با تانگ میچلندم، ماشین ماربی میچلندم، اونم سوار میکردم از جایی که میرم داخل ماشین ماربی بس. در سال 2001 با آغاز عملیات ائتلاف بین المللی در افغانستان طالبان از سر قدرت برکنار شدند و حکیموف هم بار دیگر موقع خود را تغییر داد. این منزل زیست فرمانده مشهور دوران شوروی اسماعیل خان است. او در گذشته رهبری ولایت هرات را بر دوش داشت و حالا هم بعضی ها او را یکی از نیرومندترین سیاستمداران غرب افغانستان مینامند. اسماعیل خان چندین سال این جانب حکیموف را میشناسد و او را با لقب عبدالله یاد میکند. عبدالله بچه بسیار خوب است. عبدالله دیگه اعتقاد و باور نداره که دیگه به روسیه بره. اجازه تا 2 دفعه ازدواج کرده و خوب است که گفتیم قصه جنگ روسار به شکل واقعی، چون کسایی که میای منظر جهاد میبینه باش که از زبان خود از نابشنوه و مردم بیشتر ذهنشین و دلنشین میشه. در طول سالهای گذشته حکیموف افغانستان را به حیث خانه‌اش قبول کرد. همسر او جمیله که خود از هرات می باشد میگوید حکیموف افغان شده است. خدا امروز اینا بیرون خوب و اخلاق داره، برادرام پدرم اخلاق از اینا خوش کردم. به خونه پدر من که میرم خیلی خوشحال میشن، خانوار پیرم اینا. من فکر نمی کنم که به حساب عشیره یا از روسیه کجای، فکر میکنیم که از ایراته. حکیموف در روسیه خویش و اقربا دارد، ولی بغیر از چند صحبت تلفنی با آنها 35 سال باز هیچ ارتباط برقرار نکرده است. اگر اونا بخواستی شاید بیامدی، یا دولت روسیه اجازه نداده، ما بزنا نمیفهمم. بعد اونا را از خود از اونا باید پرسیده شه. اونا اگه بخواستی تا به کابل خود میتونستن بیایم. در پی تهیه گزارش حکیموف با همسایه‌هایش هم صحبت شد.
بعضی‌ها او را خائن و دیگران افغان می‌شمارند.